به این ویدیویی که بعد این حرفام میزنم قشنگ نگاه کنید. فقط قبلش میخوام بهتون بگم ما ایرانی‌ها کی این همه بی غیرت شدیم؟ یه زمانی توی 8 سال جنگ تحمیلی ما 50-60 تا شهید دادیم به خاطر جنازه یه دختر ایرانی که نیفته دست دشمن که مبادا آبروی ایرانی بره. حالا این ویدیو رو نگاه کنید تا حرفمو بزنم. پیرو به وقوع یک فقر مفقودی دختر جوان در حوزه شهرستان بام و صفی‌آباد بلافاصله موضوع توسط پلیس آگاهی شهرستان پیگیری و پس از اقدامات فنی و پلیسی مشخص گردید که یک نفر تبعه افغان با اغفال دختر خانم جوان وینگ را به شهرستان زاهدان منتقل و در قبال دریافت مواد مخدر قصد مبادله وی با اتباع پاکستانی رو داشتن که قبل از خروج از کشور با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان زاهدان فرد اغفالگر دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید و جان دختر خانم نجات پیدا کرد. خب ویدیو رو دیدید دیگه. طبق معمول اتباع بودن، نه هوش مصنوعی نه چیزی. نیروی انتظامی خوشبختانه دستگیرشون کرد.